آقا سلام، چطورید؟ من ایتاچی هم. خیلی خوش اومدید به این ویدیوی آموزش و گیم پلی هیروی جدید موبایل لژند، یعنی سورا. خب سورا 3 تا فرم داره. یه فرمش همین فرم عادیشه که الان دارید می‌بینید. 2 تا فرم هم داره که ربط داره به اولتش. اول این فرم عادیشو توضیح میدم. فرم عادیش اسکیل یکش چیکار میکنه؟ اسکیل یکش 3 تا ضربه میزنه. خب 2 تا مش میزنه، یه مش هم میزنه که ربط داره به اون محدوده جلویی اسکیلش. خب این تا اینجا اوکی. اسکیل 2 سورا چیکار میکنه؟ اسکیل 2 سورا یه محدوده یا حرکت میکنه، به اونجایی که فرود میاد یه ناکانه ایره ریزی میزنه. خب حالا اگر تو این وقتی که اسکیل 2 تون رو کسب کردید و زدید به هیرو بخوره، همونجا وای میسته و هیرو رو ناکانه ایره ریزی میکنه. ناکانه نه، استان. ببین استانش میکنه. خب این کلا چیزیه که سورا از تو فرم اولش کاری نداریم، که یه سری کمبو هم داره. حالا اونا رو بعدا هم توضیح میدم. فعلا بریم سراغ اولتش خیلی مهمه. اول میرم تو فاز اساسین اولتش. میزنی، میتونی حرکت کنی، جهت بدی. 3 بار اون رد و برقه رو به انمی میزنه. خب تا اینجا اوکی. اسکیل دوش بذارید من دوباره از اول نشون بدم. اسکیل یکش چیکار میکنه؟ اسکیل یکش همینطوری داره دمیج میزنه. چند تا؟ 5 بار بشمار. 1 2 3 4 5 تا. پس ببین تو فاز اولش 3 بار بود. خب 2 تا مش میزد، یه مشش هم که ول میداد. الان داره به جای اون 3 بار تو فاز اساسی 5 بار میزنه اون دمیج رو. اوکی. اسکیل 2 چیکار میکنه؟ اسکیل 2 یه بار دوباره میتونی کسب کنی، 2 بار. ولی کن که اون استانه رو نداره. دوباره ببین، یکی 2 تا استان نمیکنه مثل اون چیزی که فاز یکش بود. خب ولی 2 بار موبیلیتی رو داره. خود اولت سورا چیکار میکنه؟ اول از اینکه 5 تا استک باید جمع کنی بعد از اینکه وارد فاز اولت شدی. فاز اولت که اوکی شد، رو هوا معلقی همینجوری دمیج میزنه. این دمیجی که اینجا میزنه حدوداً 11 یا 12 تا اگر اشتباه نکنم. میشمونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 تا. درسته. 12 بار مشه رو به انمی میزنه. خب فقط هم دمیجه. این فاز اساسی هیرو سورا. خب بریم سراغ فاز فایترش یا همون تانکش بشیم. اولتو میزنی، محدوده رو میبینی، انمی رو جمع میکنه میاره سمت خودش. اوکی. یعنی فاز یک اینجوری بود که 3 بار رد و برق میزد. اینجا نه، اینجا اینجوریه که انمی رو جمع میکنه میاره سمت خودش. بذارید من یه بار دیگه با تو اسپان کنم. حالا ما کاری نداریم. پس اینو تا اینجا اوکی فهمیدیم. خب این بار 2 تا مش رو میزنه، مش سومیه رو میزنه، میبینی انمی استان میشه. میبینی بالا سرش گیج میره. یه بار دیگه نشون بدم. خب تا اینجا اوکی. اسکیل 2 سورا تو فاز اولت. هیرو رو ور میداره تو اون محدود دایره پیاده میکنه، یه ناکانه رو ریزی بهش میده. یعنی هم موقع برداشتن ناکانه رو هیرو، هم موقع اصابت ناکانه رو هیرو. یعنی 2 بار با اسکیل 2 تون میتونید هیرو روبروتون و انمی رو ناکانه کنید. خب خود اولت فاز فایتر سورا میری رو هوا معلق میشی، هر ضربه ای که میزنی یه ناکانه رو به انمی میده، یه استان به انمی میده. حالا من این ناکانه رو نمیدونم چرا اونایی که دارم، ولی یه استان به انمی میده. ببینید تصویرش رو که پر میکنی هر ضربه یه استان به انمی میده. خب این کل همول اجمعینه
اسکیل های سورا. خب کمبوهای سورا چیه؟ شما با فلیکر کمبو داری. یک به خاطر رسیدن به انمی با اسکیل دوت. دو دوباره به خاطر رسیدن. دوم اسکیل یکیتون. نها کن اینجا من الان اینجا دارم اسکیلمو کست میکنم. قبل از این که اون مشت سومم بخواد زده بشه توسط سورا فلیکر میکنم تا برسم. ببین یه بار دیگه یک و دو رو میزنه تو قبل سومیه نشد از اول. یک و دو رو میزنه قبل سومیه فلیکر تو میزنی. خب این هم ازش. یه نکته دیگه وارد فاز اول که میشی استک تو که پر میکنی اینجا رو که میزنی نها کن اون فلیکر تو با فاز اساسین این ریختی میزنی. همین کارو با فاز تانکت هم میتونی انجام بدی. من اول اینو پر کنم. ببین الان اینجا که زدم بخوام برسم به انمی فلیکر میکنم میره اونجا. این کل همول اجمعین سورا با فلیکر. کمبوهای سورا با پتریفای. ببین با سورا اگه بخوای پتریفای کنی تو فاز اولت تانکی میخوای الان انمی رو بزنی درست؟ بذار یه بار دیگه من از اول نشونتون بدم. این فاز الان شما با پتریفای میخوای فرصت فرار کمتری به انمی بدی. خب چیکار میکنی؟ اول میای اولتو میزنی اسکیل دو تو میزنی طرف کس میشه پتریفای میکنی دوباره اسکیل یک میکنی دوباره ناکانایل. یعنی انمی تو این وضعیت که شما داری فقط قراره استان بخوره آخر هم که اولتو میزنی هیچ راه فراری واسش نمیمونه. حالا من یه خوردم دیر زدم اسکیلامو ولی قشنگ‌تر نگاه میگیری جمع میکنی اسکیل دو میکنی پتریفای یک دوباره میگیری تمام. امکان نداره فرار کنه از دسته. کلا بیل اساسینش سلیمه. بیل اساسینش شما هیچ ناکامی نداره فقط ضربه زدن. فقط میتونی پتریفای وقتی اولت اساسین تو زدی انجام بدی که کل عمر از در اونجا بهش بخوره. خب اینم تا اینجا اوکی. آیتم ها ببین سورا رو اگر اساسین خواستی پلی بدی تافبوتو میاری آیتم یک هانتر استرایکو میاری آیتم دوت. خب من خودم چون عشق کیل زیادی دارم اسکای آوردم. اگر خواستید اسکایو میارید اگر نه یه همچین چیزی میشه. آخریت هم بله دست دمیجش رو الان نها کن چجوری میزنه تو رول فالکرش هم همین جوری داره میزنه یعنی رحمی مروتی هیچی نداره. خب ولی اصل کار اساسی میشه. پیشنهاد میکنم اگر با این بیلد اومدید حتما بیشتر سعی کنید از این میتونید استفاده کنید. نیاز به زدن اولته نیست. اولته خودش حالت عادی ببین لایلا لیت گیم 6000 دمیج و 6000 اچ پی رو میزنه. وای به حال اینکه فقط میخوام چون نشون بدم. حالا بیلد فایترش بوت دوباره همین تاپو میاری. جواب نبود خب جواب نبود واریر بوتو میاری. میتونی ماجیک بوت هم بیاری حتی دیگه کولا نبند. ولی خب بازم وارکس رو میاری. وارکس روش جواب کوینز اوراکل دوست داشتین دوتا آیتم روش جوابن دوست نداشتید دف برست به مچ. چیزی که قراره الان با این آیتم ها بزنه و ریژنی که انجام بده. میزنه هیچ رحم و مروتی نداره. این هیرو واقعا
به نظرم پتانسیل این که ایمن و نمیدونم اینجور هیروها سورا به اندازه خیلی منطقی تره، چون واقعا دمیج خیلی سنگین و قوی وارد میکنه، خیلی هیرو عجیب غریبیه. یه سری چیزایی که باید راجع به هیروی سورا حالا بدونیم. 1. سورا بلینک موبیلیتیش از اینجا رد میشه، از اینجا رد نمیشه ولی از اینجا رد میشه. خب به مینیون و اینا برخورد کنه وای نمیسته، فقط باید به هیرو برخورد بکنه تا اون ماکنه رو انجام بده و وایسه. یه نکته دیگه بذارید من اینو اوکی کنم. یه نکته دیگه که وجود داره، الان منو نها کن، میرم زیر تابر دمیج خوردم، میبینی؟ اولت تانک تو بزنی HP بیشتر میشه و 30% HP بیشتر میشه، 30% دمیجت که به انمی وارد میکنی کمتر میشه. خب اولت اساسین تو بزنی 30% HP کم میشه، 30% دمیجت اضافه میشه. یعنی اینم باید حواستون باشه موقعی که دارید سورا پلی میرید کدوم اولتو کجا بزنید و ازش استفاده کنید. خب آقا این همه چیزایی بود که من راجع به سورا میدونستم و حداقل سعی کردم که توضیحاتمو کامل بدم. بریم سراغ بخش گیم پلی. امبلم سورا 2 تا امبلم یا بیلد بیشتر نداره، یه فایتر یه اساسین. تا اینجا اوکی. تانکش هم پیشنهاد نمی‌کنم، من تانکم داره ولی پیشنهاد نمی‌کنم. اگر خواستید فایتر بیاریدش، امبلمو ساب میارید به خاطر کولدان، اینسپایر باز به خاطر کولدان، فستیوال آف بلاد به خاطر ومپ، بره وسمات هم به خاطر اسکیل دمیجش و ریژنی که بهتون میده. این از فایتر سورا. اسپل، فیلیکر، پتریفای تو ویدیو توضیح دادم چرا. خب بقیه چیزایی که میتونید باهاش برید، ونجنس، ریوایت لایز، مثل فایترهای دیگه اینا رو کاری نداریم. اسپرینت به خاطر اینکه سریعتر برسید به هیروی مد نظر وقتی تو فاز اولتید. پیوریفای هم میشه آورد ولی پیشنهاد نمیکنم من، به نظرم امبلمو بهتر همون فلیکر و پتریفای. جانگلرش یا همون بیلد اساسین که حالا من جانگل بردم. امبلمو اساسین میاری، اول سیریل، دوم سیزن هانتر به خاطر اینکه جانگلری، سوم کلینگ سپیری. اینجا سیزن هانتر اگر جانگلر نبردیدنش و خواستید بیلد اساسینش رو بازی کنید، اگر جانگلر بود که قطعا سیزن هانتر، اگر نه چیزایی که من پیشنهاد میکنم بارگین هانتر به خاطر اینکه آیتما زودتر بیاد، مستر اساسین به خاطر اینکه عشق تک به تک دارید و دوست دارید بزنید و اینا کاری نداریم. وپن مستر اوکیه میتونید بیارید. بعد سومیش وارکرای اوکیه، امپیوریج اوکیه، کلینگ سپیری اوکیه، تمپرال رین اوکیه، بریو اسمایت هم تا حدی اوکیه، همشون اوکیه جز این ستا. این ستا رو من به نظرم نیارید بهتره. حتی خود کوانتوم شارژ هم اوکیه به خاطر اسپید و موومنتی که بهتون میده. این امبلما. بتل اسپل جانگل هم اگر خواستید ببریدش، 2 تا چیز باید مد نظرتون باشه. 1، اگر بلادی آوردید باید بعد از اینکه اولتتون رو زدید رتری بزنید. اگر فلیم یا همون قرمز آوردید باید قبل از اینکه اون اولتتون رو میخواید بزنید. آیس رتریبیوشن هم که معلومه دیگه، نیاز به توضیح نداره. خب آقا بریم سراغ بخش گیم پلی. 2 نفره استارت کردیم با داداش گلم علی غلام. وکسانا پیک کرده. این مچ همینجوری سخت بود، ما هم رو هم نداشتیم. ابسیدیا برداشت آورده واسه ما. از غذا اونورم مارکمون واقعا خراب داشت میکرد، یعنی مارک دیف سنگین خورده بودیم از طرف میا. روبرمون آلفاه یه خوردکی اذیت کرد، منتها زورش نمیرسید. قطع به یقین ولی اگه دایروس بود شلوارم اپام در میآورد، اینم میگم، چون دایروس واقعا بد داره میزنه سورا رو. تو کلیپایی که ازش دیدم یه مچم واقعا جلوی خودم افتاده بود. اول بازی من دایروس رو میزدم ولی آخر بازی اون داشت منو میزد، خیلی عجیب غریب بود.
دیگه مچش در نیومد که ویدیو رو بذارم. آلفا رو سعی میکنم فقط انگوش کنم، سعی دارم اون مش سومیه اسکیل یکم فقط بهش بخوره، نمیخوام زیاد اگریسیو بازی کنم جلوش. لاین رو کلیر میکنیم، میریم سمت خرچنگ رو سعی دارم بزنم. اون طرف گوشن واقعا داره علی غلام اذیت میکنه. آلفا اومده گرفت خرچنگ بود، ولی خب چیکارش کنیم؟ آلفا دیگه این اسکیل یک و دو آلفا واقعا اذیته. میتونم با اسکیل دو برم تو صورتش، تا میبینین که فقط دارم اذیت میکنم، یعنی منتظرم یه گنگی بشه، یه جوینی یارم سمت من بدن بعد برم سمت آلفا. اونور فرست بلود و ابسیدیو داد، خیلی اذیتمون کردن، واقعا تیم خیلی داشت اذیت میکرد. گرنجر هیچ کاری تو بازی نکرد. ابسیدیو که اصلا چرا باید ابسیدیو رو ببرید روام؟ اون برم میا دیفیت خورده بود، یعنی 2 نفره داشتیم بازی میکردیم من و علی غلام تا یه جای بازی که ابسیدیو دیگه به خودش بیاد دیگه، بالاخره هیرو لیت گیمه. دوباره با لاین رو کلیر کردم، میرم سمت خرچنگ، میبینم آلفا داره میاد، یه خورده دارم لفت و چف میدم، منتظرم بیاد سمتم. اون طرفم گرنجر دیگه باید کم کم جوینم بده، چون تایم ترتل و دیگه بالاخره چیکارش کنیم؟ جوین نمیده، میریم فلیکر آلفا رو میگیریم، لول 4 شدیم دیگه، تایم ترتل هم هست و اینجا آلفا رو خف میکنیم، اولتمون رو میزنیم، برمیگرده عقب، اسکیل یک تمام. آلفا کیل شد، ولی جانسون واقعا چرا دمیج بسته بود نمیدونم، ولی سعیدشون هم اذیتمون کنه. جانسون هم فیت کرد ولی غلام دمش گرم، جوین به موقعی داد. تایم ترتله، میریم که ترتل رو بزنیم. اون طرف گوشن اومده منتظره که یکیمون رو خف کنه. ترتل رو گرفتیم، برمیگردم تو لاین که آلفا رو بزنم. آلفا واقعا دوست نداشتم که پا بگیره، گرنجر واقعا خیلی دمیجش کرد، من حتی سعیم کردم برم دنبالش، منتها که خیلی بد شد، واقعا از اسکیلام بد استفاده کردم. میگم چون سورا هیرو مین من نیست، سورا واقعا تازه وارد بازی شده، این گیم پلی هم گرفتم چون مچ سم و عجیب غریبی بود گذاشتم، مچ واقعا سم و عجیب غریبی بود، خودم 2-3 تا جا فیتای بد دادم، از غذا گوشن اونو میگم فیتای خیلی بدی دادم. آمارمون فعلا 1-1-1. گرنجر فقط داره بف میزنه، من گرنجر رو اصلا تو بازی ندیدم، یعنی گرنجر تو بازی ما عملا هیچ بود، هیچ کاری نمیکرد. اونورم که دارن کون میدن، ابسیدیا واقعا داره کون میده، یعنی تا لیت گیم میشه اون پا بگیره زن و بچه ما سرویس شد. راجع به یه سری نکاتی که سیزن عوض شده بگم، سیستم رومی فرق کرده. سیستم از این قراره که ساپورترها هنوز اوکی هن. یعنی ساپورترها هیچ دستی بهشون نخورده. قضیه تانکاست. تانکا چه فرقی کردن؟ شما روامتو تانک ببری، یه فایت خیلی سنگین داشتم میدادم با آلفا، دوباره فیلکر زد. میگفتم شما روامتو تانک ببری دیگه مثل قبل نیست که همینجوری یه تایمی بگذره گلد و ایکس پی بگیری، نه، هر 10 ثانیه یه بار باید بری انمی رو یه انگوش کنی، یه دمیجی بهش بدی تا دوباره. طرف گوشم اومد خیلی بد داشت دمیج میداد، سعی کردم فقط فیت ندم، یعنی تنها کاری که کردم این بود که فیت ندم. روز اساسی نمو زدم که فقط یخشم درم. علی غلام و گرنجر اومدن جون دادن، منتها میگم اچ پی من باعث شد ریکال بزنم. سیستم رومینگ آره تغییراتش این بوده که بعد هر 10 ثانیه یه بار تانکا برن یه انگوشی به انمی بکنن، یه دمیج بدن تا گلد و ایکس پی دریافت کنن. هر 10 ثانیه یه بار هم هست، یعنی پشت سر هم بخوای اون حرکت رو بزنی نمیشه. سعی دارم ملیسا رو فیت کنم، منتها داره فقط میزنه انگوشم میکنه، یعنی زورم بهش نمیرسه. ولی این طرف شات داونه دایروس رو گرفتیم. این اولت تانک سورا واقعا خوبه، یعنی من تو بازی خیلی بیشتر از این استفاده میکنم تا اساسینش رو به نظرم جانگل استفاده کنی خیلی بهتر باشه.
اونم البته خارج از فایتا. آلفا رو دوباره میرم یه انگوش کنم. خرچنگو گرفت، ابسیدیا اومده جوین داده، من بک میدم. اشپیم کم بود بالاخره دیگه باید بکم میدادم. اون طرف گوشن واقعا داشت اذیت میکرد علیرغم زورش نمیرسید. جوین گوشن و جانسون بالاخره یه بار تن به تله دادم، 2 بار تن به تله دادم، ولی بار سوم دیگه خودم مریض بازی در آوردم دیگه. میبینی نباید میرفتم ریکالمو باید میزدم این حالا دیگه. بالاخره نداره وقتی هیرو مینت نیست و اگریسیو بازی میکنی همین میشه دیگه. خیلی اشتباه کردم، تاورم افتاد، ولی بازم با این حال مچو من و علی غلام میشه گفت تقریبا جمع کردیم. هرچند MVP یکی دیگه شد ولی بازم اولتو میزنم رو سر آلفا رو سعی دارم دمیج کنم. آلفا خودش اشتباه کرد، اولت زد، این باعث شد فیت بشه به همین سادگی. یعنی اگه اون اولتش رو به ما نمیزد و سعی میکرد با اولتش فرار کنه، فیتو نمیداد. انمی هم هرچند دیگه اشتباهی خودش رو داشت میکرد. تایم ترتل من نمیدونم گرنجر چه کونی داره میده با ملیسا اونجا. آخرم نتونست فیت کنه، ترتلم داد. من رفتم تاور میدو گرفتم، علی غلام فیت شده بود. گوشن خیلی داشت اذیت میکرد، فقط سعی داشتم که فیت ندم بهش. اولتمو زدم به خاطر اشپی که بهم میده. طرز اسکیل زدن ناکن یا اول دیگه بالاخره مچی دیگه پیش میاد. اسکیل زدن هم پینگمونم که نوسان داره و چیکار دارم میکنم. نوب سگ بازی قشنگ نوب سگ بازی. نیم ساعت اون وسط دارم میچرخم دمیج میخورم، فقط آخرم مجبور شدم برگردم به خاطر اشپی. یه اتفاق دیگه ای که افتاده راجع به تغییرات هیروها بگم. یکی از تغییراتی که من خیلی دوست داشتم تغییرات آنجلا بوده. برگشته به علی غلام باف گرنجر رو دزدید، اعصابش خورد شده بود از دستش. خدایا پول باف گرنجر رو زد. یه هرسی شده بودیم اصلا توی این بازی. خیلی بد داشتن پلی میدادن تیم. نگاه کن همینجوری پشت سرم بود میا ابسیدیا گرنجرم که تو بازی نیست. من نمیدونم چرا گرنجر نمیومد بزنه پشت سر من وقتی برم اون وسط گرنجر خیلی خوب میتونست بزنه، منتها نمیومد. همه فیت دادن فقط گرنجر موند و من. عجیب غریبه، درک نمیکنم این بازی ها اصلا من جوره. سعی میکردم برم وسط که بگیرمشون، بچه ها حداقل یه فیت کنن. دوتاشون رو با هم دیگه گرفتم، خودم دایو تو فیت کردم. اینم از آلفا. سعی کردم خودم بدوزم کیلو، ولی چون بالاخره حقم بود دیگه. خودتون میبینید 100% دمیج اون فایت من خوردم. تایم لورده بچه ها باید بیان لورد خودم شروع کردم. اینجا جانسون اومد، جانسون دمیج بسته. یعنی من اینجا فهمیدم جانسون دمیج بسته که با اسکای مردم. پشمای خودم ریخته بود تو بازی. میگفتم راجع به تغییرات آنجلا یه تغییر خیلی خوبی که داشته. اینجا قراره دوباره فیت بدم از الان بگم، یعنی هیچ کس نیومده بود سمت لورد، من بودم و ملیسا و آره مثل سگ خوردم. 3 تا مارکسمن تو تیم من فایتر باید برم اون را پشت لورد دیگه. بالاخره دیگه تغییرات آنجلا برگشته به روال قبلیش. تایمینگ اولتش رفته بالا، منتها میاد رو سرتون دیگه. اسکیل یکیش محدودیت نداره، یعنی پشت سر هم قراره هیلتون بده، شیلدش هم بیشتر میمونه. هم نرف هم با تغییر کرده دیگه. اینجا ملیسا رو فیت کردیم با کمک بچه ها. ملیسا واقعا اگه پا میگرفت تو بازی همه اونو خشکمونو پرچم میکرد. من سورا رو چون زیاد پلی ندارم میبینید که از اولتام استفاده نمیکنم، یعنی صرفا میزنم به خاطر دمیج که چه عرض کنم ریژن و
اذیت کردن و تونستان دادن به انمی. جانسون رو سعی کردم دمیج کنم، رفتم بگیرمش، زد گرنجر رو جانسون زد به همین سادگی. اب نداره خودمون پیتش کردیم. هرچند بازم من دمیجم به جانسون نمیرسید، انقدر صفر بود این هیرو، انقدر داشت اذیت میکرد. با کمک آبسیدیا فیت شد. اینجا ملیسا رو کیل کردم، کیل رو خود چونی میگفتم بازم اتفاقایی که بالاخره افتاده داخل گیم. سعی دارم مید لین رو بندازم، منطقه نمیذارن، بچه هم نمیان. علی گلم ریکوست بکاپو زد. میا من نمیدونم اون پایین داره چه گوهی میخوره، کونه ما گذاشیم میا. خیلی انگار انداختن اون تاور مهم بوده. وقتی تایم لورده باید بیایی دیگه، لورد دیگه، ما نباید بیاییم اینجا کمپ بگیریم، تو باید بیای. نگاه کن ملیسا انداخته دنبالش، داره در میره از دستش. خدا جانسون هم اومد یه سلام کرد و رفت. میا فیت میشه، مطمئن میا فیت میشه، اصلا امکان نداره اون از دست دایروس فرار کنه. جانسون دوباره اومده، من ترجیح دادم که برم یه خورده سرگرم کنم، مثل اینکه تیم نمیخواد بیاد. گرنجر فیت داده، نمیدونم میا فیت داده، عجیب غریب داشتن بازی میکردن این دستیم. دایروس از بک اومده، میرم سمتش، اولتا میزنم، میکشونم سمت خودم، فیت شد. میریم سراغ ملیسا. ملیسا هم اینجا یه خورده دمیجش میکنیم، دوباره کلاچ کنترل و الگولم فیتش کرد. دمش گرم بنازم. تارگت بعدی آلفا، بعد بریم سمت آلفا. هرچند جانسون خورد به لورد وکسانا، عجیب پشمو مچو نگاه کن. الگولمو واقعا نتونستم بگیرم، ایلی دارم دیگه بالاخره. من یه خورده ترجیح دادم بک بدم، اصلا به میا و گرنجر پشتم گرم نبود. فقط میرم اون جلو که یه خورده دمیجا رو بخورم. اینا بیشتر از این فیت ندارن. تایم لورده، بچه ها باید بیان لورد. جانسون اومد همین سادگی. خدایا مچ واقعا عجیب غریبه، من نمیدونم تیم چرا علاقه به لورد نداره. خودمون میریم سمت لورد رو سعی دارم بزنم. کمپشو گرفتم ببینم کسی پشت لورد هست یا نه. ابسیدیا هم اومده. آلفا رو میریم سمتش، اولتمون رو میزنیم، میکشونیمش این در تق فیت. شب بخیر. ابسیدیا دیگه بالاخره دمیجش اومد. این هیرویی که زن ما رو از اول بازی داشتن میگاییدن بالاخره دمیجشون داره میاد دیگه. اصلا من نمیدونم بازم چرا بچه‌ها یوهو فیت میشن. میا گرنجر واقعا با علی غلام داشتیم صحبت میکردیم، چیزی از گرنجر و میا من ندیدم توی این بازی. یعنی بازی اول بازی 2 نفره بود، الان شده 3 نفره به خاطر دمیجی که ابسیدیا داره وارد میکنه. اونم شک ندارم به خاطر سیستم رومینگ جدید، چون مارکسمن و هی داره با انمیا فایتو میده، تو فایت سعی داره باشه، به خاطر همونه که داره هی گلد و ایکس پی میگیره و پا میگیره دیگه یه جورایی. یه کم کم داریم میرسیم به آخرای گیم پلی. من لاین خودمو پوش میدم. جانسون دوباره اومد سمتم، خیلی رو مخه، فقط هم از دستم در میره. بچه ها اومدن، خودم میرم اونجا یه خورده جانسون رو دمیج میکنم، خفتش کنم. هی دارم میزنم رو سرش، پیت نمیشه. مگه میشه جانسون دمیج پیت نشه؟ واقعا داشتیم اذیت میشدیم این مچ. یه تغییر دیگه هم که من از سیزن دوست داشتم، تغییراتی بود که روی هایابوسا اعمال شد، روی فاراتس اعمال شد. لئومورد مخصوصا لئومورد رو خیلی دوست داشتم، تغییراتی که اعمال شد. حالا اونا خودش یه ویدیوی جداه، اگر وقت بشه و فرصت کنم ویدیوشو میگیرم. اگرم نگید هیچ، میتونید برید ویدیو محمد کوربا رو نگاه کنید. واقعا علم موبایل لژندش خیلی بالا، کامل و دقیق توضیح داده. اولتا میزنم رو سر دایروس هم خف شد. خیلی کنترل فایت این هیرو بالاه، یعنی به خاطر اولتا تانکتون میتونید راحت کل هیروهای انمی رو خف کنید. تایم لورد رو میزنیم. باز دوباره من نمیدونم چرا گرنجر نمیاد. ملیسا این ور اومده داره اذیت میکنه، میرم سمتش.
یه خورده دمیجش اومدم بکنم ولی خب پیش کدوم از دمیجون بهش نخورد، فقط همه رو آبسیدیا زد تک به تک. من خودم این ور داشتم لورد میزدم دیگه، واقعا حوصله بازی نداشتم، ولی بچه ها رفتن الورام و گرنجرمون بیس رو جمع کردن. چرا اپیک آی بی هم به خاطر سیستم دارک سیستم موبایل لژند، یعنی عادیه. میبینید که حتی این مچ هم واقعا انمی داشت اذیت میکرد، یعنی بازی اصلا دست ما نبود. میام که ایرانیه ولش کن، ایرانی نبود برخورد میکردم. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی میبینمتون، فعلا.